به نام خدا با عرض سلام خدمت شما عزیزان. مرسی که تا اینجای آموزش ها با ما همراهی کردید و پله به پله داریم با همدیگه میریم جلو تا بتونیم تمام قطعات الکترونیک و مدارات بیس رو یاد بگیریم و بتونیم همه وسیله‌ای که حالا هست و تا اونجایی که امکانش هست و خودمون تعمیر کنیم و جلوی هزینه‌های بیخود رو بگیریم. ممنون میشم اگه از کانال ما حمایت بکنید و با یه قلب قرمز میریم که ادامه آموزش رو داشته باشیم. این جلسه رو اختصاص میخوایم بدیم به ترانس ها یا چوک ها و اونا رو معرفی کنیم و نحوه تستشون رو بهتون بگیم. ترانس ها در کل به این شکل هستن که دارید میبینید توی مدارات، البته به شکل های مختلفی هستن. صورت کلی قضیهشون این شکلیه، یه ورودی داره، یه خروجی یا چند خروجی میتونه داشته باشه، یک ورودی و یا چند خروجی. کلا به 3 دسته تقسیم میشن ترانس ها: افزاینده هستن، کاهنده هستن و یک به یک. ترانس های افزاینده، کاهنده و یک به یک یا همون ایزوله که مدار رو مراقبت میکنه از مدار. ترانس میتونه ولتاژ رو کاهش بده، میتونه افزایش بده و اونو ایزوله بکنه و در کل در ولتاژ هایی که فرکانس دارن مورد استفاده قرار میگیره. در کل سیستم های ترانس به 2 قسمت سیمپیچ اولیه و سیمپیچ ثانویه تقسیم میشه. سیمپیچ اولیه و سیمپیچ ثانویه. بخوام نماد یا شکلش رو بکشم، N1 سیمپیچ اولیه‌مون میشه، N2 سیمپیچ ثانویه. سیمپیچ اولیه N1 و سیمپیچ ثانویه N2. به این شکل ما ولتاژ رو از اینجا تزریق میکنیم و از اینجا با توجه به تعداد دور یا قطر سیمپیچ ولتاژمون رو میگیریم، یا میتونه افزایشی باشه یا کاهشی باشه. زمانی که ولتاژ AC وارد سیمپیچ اولیه میشه، یعنی اینجا ولتاژ AC رو ما اعمال میکنیم، یعنی فاز نول رو وقتی ما به اینجا میدیم، 2 سر سیمپیچ ورودی این قسمت میشه سیمپیچ اولیه و جریان در اون تولید میشه. تولید میگه که میدان مغناطیسی رو اینجا تولید میکنه که باعث خروج برق از سیمپیچ ثانویه به صورت افزایش یا کاهش میتونه باشه. یعنی هم میتونه ولتاژ افزایش پیدا کنه و یا کاهش پیدا بکنه و این منوط به چیه؟ منوط به تعداد دور سیم ها بستگی داره. اگه تعداد دور سیم در سیمپیچ ثانویه در تعداد دور سیم در سیمپیچ اولیه بیشتر از ثانویه باشه، اون ترانس کاهنده است، یعنی از نوع کاهنده و افت ولتاژ، یعنی ولتاژ کاهش میده.
اگه تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه برابر باشه اون ایزوله است و اگه تعداد دور سیم پیچ در سیم پیچ اولیه کمتر باشه از ثانویه کمتر باشه اون ترانس افزاینده هستش. دلیل وجود ترانس ها کاربردهای متفاوتی رو داره که با ولتاژ های مختلف همراه میشه. حالا ما بخوایم تست ترانس اون اگه داشته باشیم، ترانس رو بخوایم تست بکنیم، مولتیمترمون رو حالت تست بوق میذاریم. به فرض مثال من این ترانس رو میخوام تست بگیرم. ورودی سیم پیچ اولیه تست بوق گذاشتیم. باید صدا بده، یعنی بوق، صدای بوق رو بشنویم. این میشه سیم پیچ اولیه. سیم پیچ ثانویه نباید صدای بوق بده، باید یک اوهمی رو به ما نشون بده. چون این مقدار اوهمش بسیار بالاست، سلکتور رو میذارم رو حالت اوهم و اوهممون رو میخونیم. مقدار اوهم بالاست و اینجا نمایش داده نمیشه، ولی ورودی رو میتونیم اینجا ببینیم که چنده. 1.5 اوم سیم پیچ اولیه‌مون هست و ورودیمون هستش. یه نوع ترانس هم من اینجا دارم، ورودی داره و چند خروجی داره. هر کدوم از اینها یک ولتاژی رو به ما میده و از نوع های ولتاژ هستش، یعنی افزاینده هست. این ترانس مربوط به پاور کامپیوتر هستش که چند خروجی داره که همشون هم افزاینده هستن. ورودیش هم الان براتون پیدا میکنم. وقتی که ترانس رو میبینم متوجه میشم که چندین پایه اینجا وجود داره. 6-7 تا پایه وجود داره. اونور تعداد پایه‌اش 3 تاست. پس میرم اون سمت کمتره، چون خود ترانس داره با من حرف میزنه، میگه که ورودی من این وره، پس این ور باید دنبال ورودی بگردم. 3 تا پایه این 2 تا سمت چپیا ورودیمون هستش، یعنی ورودی برقمون به اینجا تزریق میشه. این هم نحوه تست ترانس بود و کارکردش هم بهتون گفتم. چیز دیگه ای تو ترانس نمیمونه. اگه سوالی هم درباره ترانس ها دارید میتونید تو کامنت ها ازم بپرسید. ممنون که همراهمون بودید.